سیم اشتراکچی انا روزی که حج عمره ما انا اشور و سرویناز آمدن انا هازی ما یک چند سوال میتیم در سرویناز مثلا بسیار شما باور نداشتین که در کماد سایدا رجبای خیلی روزش هست خبرای بود که ای سایدا و دمای دمیت کی وقت شوجه میدونه دکی بتیا ای دروغه و دمای خودش نمیتیم خیلی گپ خبر بود و هازی ما سوال میتیم که سرویناز اند نستانیشون که دیرکتورشون که امسا سوال میتیم شو با ای زبانی خودشون میتونه که بفهمید خارجن شما وقتی فهمیدین که شما قلیبی روزی که حج عمره شدین چه احساساتی داشتین؟ من یا احساساتی داشتم که نمیدونستم در زمینم یا در آسمون راستی که باوری نداشتم. وقتی تلفنم کار نکرد سبب هم دخترها درک گفتن که ما حج عمره را برد کردیم. تلفن ما فقط زنگ ما نمره دیگریم خط زنی بدم. یک روزی بود که من هیچ وقتی روزا فراموش نمیکنم به حد وقتی که ایش زنگ زده است میدرم گلوسو را گوش میکنم میگم که اومده شوخی کردم. شما وقتی در گروه کار میکنین قطعی سایدا رجب خیلی گپ میزنین گروه شما دست سایدا رجب نه در گروه ما نیستم نه شما مثلا ویب کانسلتانت در روزگش نستانتون که اپای مغفرت تخمینه های بعد مکنه دبایوا دبایوا دخترو یک زنی است که سماسیات کار میکنه گروهش نمو تماما نیستیم نه سایدا نمو و خودش عادی کار میکنه و همین سپیسکای آدمایی که کسول بر کردن پرتگه و دبایش همین کس هولی بیروز بشگن ولی زبان شما چه زبان من لیدر نه ما همه زبان لیدری فقط به یاردمی خدم هیچ کس نگو نکرده حرکتی خدم خطی هم کارم دا زاب خدم دارم که حرکت کنم نه نستاونی من نگاه میکنم نه دیرکتور من نگاه میکنم ما همه ابوچنیو را گوش میکنم وقتی ابوچنیو را که گوش کردم سرازا ای هم با کار کردن سر میکنم بله نگاه کنید که هر یک آدم باید خودش حرکت کنه و خداوند برکت میده. شما در همین کمپانی کار اومدین نگام بهبودی در زندگیتون کرده هستین از کمپانی من ماشاءالله بسیار بهبودی کردم من در همین زندگی بسیار چیزا کم کودکم من خود مادر تنهایم و همه ما میدونیم که همین زن وقتی که مادر تنها شد چقدر برای فرزندش همه حرکت میکنه اعتبار براتون ماشاءالله ما فایده بس من همین کمپانی فبری من یکان ضرر ندیدم ما بسیار دخترا کم دم میگم که هر نگاتیوی که میبروی از هر ما خدم بسیار رو باروشیم که تام آدمو که دروغ بانکرات میشه همه خدم ایستادم خدم فکر کردم یک سامان اگر ما نرسه ما بروم نگرفتن نمیتونیم پس چخل همه کمپانی ما رو بانکرات میکرده باشه ما در نمیاره در خانه بار نمیریزه ما را زستابید نمیکنه که شما همین قدر در بگیرین ما چنین زوراسی خدمت برای حج عمره میگیرین شما رفتنی هستین که اگه مشکلی کس محل میکنه من نصیب باشه رفتنی هستم کمتر دیرتر رفتنیم یاد مشکلی اویلاوی هسته اما رو حل میکنم خداوند شما در برای کورت خداوند وقتی حج رفتین هشت خداوند قبول کنه همه وقت موفق باشین می سرتیفیکاتونه کی جون رحمتی کلام از رحمتی کلام سیدا جان الله مهربان شما راضی باشه برکت زندگی فرزنداتون ببینین چه آرزو هوس دینی و دنیوی دارین همه وقت با آرزوتون الله مهربان برسونتون درد سری فرزند پدرتون نبینین